با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب حضور یک شما عزیزان. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین دانش آموزان عزیز. سلام سل جان، خوش اومدی. سلام و ملبنین. سلام مهسا، سلام الینا، سلام به همگی. سلام فاطمه، فکر کنم جدید. مهدی، سید محسن، اگه اشتباه نکنم جلسه قبلم بودی. خیلی خوش اومدین. اوضاع احوالات همگی خوبن، خدا رو شکر. خب بریم که شروع کنیم. هرچند که گفتم مطالب برای کسایی که تابستون رو با همون بودن احتمالاً یکم تکراری بشه. سر همون من سعی میکنم یه سری سوالا و تست هایی رو هم مطرح کنم که ایشالله برای شما مطالب خیلی هم تکراری نباشه. خب بریم که شروع کنیم. دقت کنید بچه ها، اول از همه من برم سراغ برنامه راهبردیتون. نگاه کنید، برنامه راهبردی شما رنگ آبی خورده عملاً. پس شما اینجا سوالات آشنا رو هم دارید. پس جدی بگیرید سوالاتی که میگم به نسبت میتونید هم از کتاب آبی گزینش میشه دیگه. اکثرا میتونید با کار کردن همون سوالات مطالب رو بزنید. جریان این 5 چیه؟ نگاه کنید بچه ها، یادتون باشه ما آزمون اولمون یعنی 18 مهر مطالبش درس 1 بود. یعنی چی؟ یعنی صفحه های 9 تا 18. و درس 2 شما که امروز شروع میشه صفحه های 19 تا 32 میشه. ولی خب ما برای این آزمون تا صفحه 26 رو عملا خواهیم خوند. پس از درس اول شما 5 تا سوال میاد. از درس دومتون یعنی صفحه 19 تا 26 که 7 تا صفحه بیشتر نیست، اونم عملا 5 تا سوال میاد و 10 تا سوال شما رو شامل میشه. این از برنامه راهبردی. برای کسایی هم که جلسات آمادگی و آزمون رو ندیدن یه سری توضیحات بدم. جلسات آمادگی آزمون برای پایه 10 روزهای شنبه هستش، ساعت 6 تا 7 و خورده ای در خدمتون خواهیم بود. هر شنبه ای که شما در نظر خواهید گرفت و آزمون دارید، ما کلاس آمادگی آزمون داریم دیگه. 2 شنبه در خدمتون خواهیم بود برای هر آزمون. و چیز دیگه ای که حتما باید بهش اشاره کنم اینه که حتما عضو کانال ادساین کانون کلاس 10 باشید که مطالب ضبط شده توسط کلاس سایر همکاران عزیزمونم اونجا قرار گرفته میشه. بتونید ببینید. کانال خودم رو هم بهتون معرفی میکنم و یه گروه رفع اشکالم زدیم. اگه مثلا توی اون گروه رفع اشکال عضو نیستین، حتما به ادمین کانال تلگرام خودم پیام بدین که ادتون کنن داخل کانال. این توضیحاتی بود که ابتدای همه جلسات من خدمتتون عرض میکنم، هرچند که کسل کننده است، ولی خب چیزایی هستش که باید گفته بشه. شاید بعضیا بار اولشونه این حرفای منو میشنون و دیگه حتما به دوستاتونم اطلاع بدین. کسایی هم که گفتم الان مثلا دسترسی ندارن به صورت آنلاین وارد کلاس بشن، سعی میکنیم ضبط شده کلاس ها رو زودتر بذاریم براتون که دوستاتونم بتونن استفاده بکنن. حتما این کلاس ها رو بهشون معرفی کنید، چنانچه توی آزمون های کانون شرکت میکنن یا آزمون های دیگه هم باشه ایرادی نداره، چون مطالب یه مطلبه و میرسن دیگه به چارچوب و برنامه راهبردیش. خب آقا بریم شروع کنیم. همه آمادن؟ کسی خوابش نمیاد؟ کتاب آبیه، سوالات آشنا مال کتاب آبی هستش. خب
بریم که شروع کنیم. دقت کنید بچه ها، معادله درجه دوم، یادتون باشه ما معادله درجه اول رو داشتیم. چرا بهش میگفتن درجه اول؟ نگاه کنید، وقتی که بزرگترین توان متغیر شما خب یک باشه بهش میگن معادله درجه یک یا درجه اول. یعنی از اینجا منفی 6 میره اون طرف، 3x 6 و در نتیجه x جنابالی میشه 2. تموم شد رفت. به این میگن یک معادله درجه اول. اما همین معادله رو نگاه کنید، 3x2 به علاوه 6x منهای مثلا 9 برابر با 0. این معادله‌ای که میبینید بزرگترین توان متغیرش 2 هستش بچه‌ها. پس بهش میگن معادله درجه 2. فرم استاندارد معادله درجه 2 اینجوریه: ax2 به علاوه bx به علاوه c برابر با 0. دقت کنید، به ضریب x2 میگیم a، به ضریب x بچه ها میگیم b و اون چیزی که میمونه عدد ثابت یا c ما هستش. پس اگه ما تطابق بدیم با فرم استاندارد، اینجا ضریب x2 3 هستش، یعنی توی این معادله a3 b 6 و c هم منفی 9. تمام شد دارم. نکته ای که باید بهش دقت کنید اینه که ضریب x2 شما هیچ وقت نمیتونه صفر باشه. چرا؟ چون اگه صفر باشه این کلا میشه 0 و معادلتون دیگه نمیشه درجه 2، میشه درجه 1. پس چی شد بچه ها؟ a میشه ضریب x2، b میشه ضریب x و c هم عدد ثابت ماست یا هر چی موند به جز این دوتا. خب الان نگاه کنید، برم سراغ این تذکر که دوباره هم توضیح دادم خدمتتون دیگه. ضریب x2 نمیتونه صفر باشه بچه ها، اما b یا c ایرادی ندارن، میتونن صفر باشن یا هر عددی، که البته اگه b یا c صفر باشن معادله درجه دوم میشه معادله درجه دوم ناقص و اتفاقا حلش هم خیلی آسونه برای ما و خوشحال باشید اگه b و c تون صفر بود. خب خوب گوش بدین بچه ها، کتاب درسی شما از روش تجزیه اول اومده شروع کرده. الان شاید یک سری از دوستان روش تجزیه یادشون نمونده. خوب گوش بدین بچه ها، من مرور بکنم. شما یه اتحادی داشتی به اسم اتحاد جمله مشترک، مثلا x به علاوه 2 در x به علاوه 4. می اومدی چیکار میکردی؟ کسایی که یادشونه میگفتی اولی در اولی x در x x2، دومی در دومی ضربه ها با علامت مثبت 2 در مثبت 4 میشه مثبت 8. این طرف بنویس. بعد نگاه میکنی میگی خب این 2 این هم 4، این دوتا رو باید با هم جمع کنی. جمعشون کن، اون میگی میشه 6 ضرب در اولی میشه 6x. تمام شد. پس این معادله ای که میبینید x2 به علاوه 6x به علاوه 8 عملا طرف اونه. خب الان بعضی وقتا مثلا ما لازمه که این رو تبدیل کنیم به این. چیکار میکنیم؟ راحته، میگیم آقا جون ضربشون 8 و جمعشون 6. چی و چی بوده؟ مثبت 2 و مثبت 4. تمام شد. یه مثال بزنم، مثلا میگن x2 به علاوه 10x به علاوه 21 بچه ها برابر با 0. مثلا دیگه ببریم تو فاز درجه 2. بچه ها خوب گوش بدین، ضرب 21 جمع 10 چی و چی بوده؟ میتونید به من بگید؟ ضرب 21 جمع 10 چی و چی بوده؟ 7 و 3. باریکلا. پس شما میگید مثبت 3 بوده با مثبت 7. حتما علامت رو هم بگید، علامت دیگه حساس میکنه ماجرا رو. 2 تا پرانتز میذارید اینجوری برابر با 0. خب میگم که چی ضرب داره چی x2، میگی x ضرب داره x. این که کاری نداره. بعد این مثبت 3 مثبت 7 رو بذارید اینجا، یکی مثبت 3 یکی مثبت 7. الان شاید یکی ازم بپرسه آقا ایرادی نداره جا به جا بنویسیم؟ نه ایرادی نداره، مثبت 7 رو اینجا بنویس، مثبت 3 رو اونجا بنویسی، ایرادی نداره بچه‌ای عزیز.
بعد در ادامه چیکار میکنم؟ میگم آقا جون ضرب 2 تا پرانتز، این پرانتز و این پرانتز ضربشون شده 0. پس یا این 0 بوده، یعنی یا x به علاوه 3 0 بوده، یا x به علاوه 7 0 بوده. خب x شما 3 بیاد این طرف میشه -3، این طرف هم x شما میشه -7. یه مثال دیگه بزنم و بعدش هم یه نتیجه گیری بکنم براتون. اینو نگاه کنید بچه ها، x2 منهای 6x منهای 16 برابر با 0. بچه ها ضرب -16 جمع -6 چی و چی بودن؟ میتونید بهم بگین؟ فقط علامتش هم بگید. ضرب -16 جمع -6. آباریکلا الینا، کاملا درسته. -8 و -2. دمتون گرم بچه ها. پس میگید -8 بوده با -2. همیشه از ضرب شروع کنید بچه ها. خب کاملا درسته دیگه، جمعش میشه -6 ضربش هم -16. 2 تا پرانتز اینجوری میکشی برای من برابر با 0 x این از این -8 و -2. بیا -8 -2 جا به جا کنم ایرادی داره؟ نه، فقط با علامتش جا به جا کنی و 8 رو نبریم اون طرف بگیم -8 و -2 غلطه. بعد اینجا میام دوباره میگم که خب یا این پرانتز 0 بوده یا این پرانتز 0 بوده. از بالایی x میشه 8، از پایینی x میشه -2. الان سوال من از بذار ببینم کسی که نبود، فاطیما پهلوانزاده. فاطیما جان این 2 تا عدد رو رصد کن، نگاه کن بهش. وایسا بذار رنگ بزنم. یا این 2 تا عدد رو ببین، -3 -7. خب با این 2 تا عدد چیه همن؟ یه نگاه کن بهش. به نظرت این 2 تا چه ارتباطی دارن با هم؟ فاطیما جواب بده. فاطیما پهلوانزاده یا سید محسن، عسل جعفرپور. خوابتون نبره ها. آباریکلا، قرینه همن. دمت گرم. یعنی بچه ها نمیخواد این مرحله رو ادامه بدین. میگید این 2 تا عددی که حدس میزنم قرینه میکنم میشه جوابهای من. اینا میشه جوابهای معادله شما. اینو نگاه کنید، -8 و -2 قرینش کن 8 و -2. تمام شد و رفت. بعد بچه ها یه چیزی هم خدمتتون بگم، بذارید اینو حل کنم. x2 منهای 3x به علاوه 2. به من بگید که کدوم 2 تا عدد بودن که ضربشون 2 جمع -3. البنین آره دیگه میدونم، واسه همین نپرسیدم از شما. خب -1 و باریکلا، -1 و -2. درسته بچه ها؟ دیگه گفتم لازم نیست بنویسی x منهای 1 در x منهای 2 برابر با 0، بعد یا x منهای 1 0 یا x منهای 2 0. نمیخواد. این 2 تا عددی که همین الان حذف زدی رو قرینه کن. -1 قرینش میشه 1، -2 قرینش میشه 2. بچه ها به اینا میگن ریشه های معادله. و نکته بلدیم از فصل اول. نکته اینه، ریشه معادله در خود معادله صدق میکند. یعنی چی؟ گوش کن. جای x بذار 1. بیا میشه 1 به توان 2 منهای 3 یکی به علاوه 2. خب 1 با 2 3 منهای 3 0. کاملا درست. جای x بذار 2. خب میشه 2 به توان 2 منهای 3 دوتا به علاوه 2. 2 به توان 2 4 با 2 6 منهای 6 0. تموم شد و رفت. ریشه معادله در خود معادله صدق میکند. آره توی امتحان تشریحی بنویسید مهسا جان، ولی دیگه ما مبنامون الان
تستیه، هرچند که تشریحش هم بهتون گفتم دیگه، اون روش تشریح هم گفتم، تستیش هم گفتم که به چالشی نخورید. همه فهمیدن؟ فاطیما، سایر بچه ها اوکی؟ این متوجه شدین؟ کسایی که ایرادی ندارن یک بفرستن که خوابشون هم نبره. دست بلند کردی یعنی فهمیدی. خب خدا رو شکر. بریم سراغ ادامه ماجرا. دقت کنید قسمت بعدی، پس این برای خودتون دیگه، این برای خودتون. فقط بچه ها سر این یکم بحث کنم، بعضی از بچه ها با اینا مشکل دارن. نگاه کنید، ضرب منفی 15، یعنی یکی منفیه یکی مثبت، چون ضرب منفیه. خب نگاه کن، تو منفی و مثبت رو بنویس، بعد الان چون جمعشون منفیه، یعنی منفی بزرگتر بوده. 15 مگه 5 ستا نیست؟ 5 رو بده منفیه که منفی بزرگتر باشه جمعش بشه منفی، و 3 رو بده مثبته. ببین میشه الان منفی 5 با مثبت 3، بله جمعشون میشه منفی 2. پس ریشای این معادله میشه قرینه این دوتا، یکیش 5 یکیش هم منفی 3. خلاص. این یکی رو نگاه کن، ضرب منفی 10، یکی منفی یکی مثبت. چون جمع مثبته بزرگه رو میدم مثبته. 10 5 دوتاست، مثبت 5 و منفی 2. آیا جمعش میشه مثبت 3؟ بله. خب چیکار کنیم الان؟ این دوتا رو قرینه کن، این دوتایی که حدس میزنی، قرینه منفی 2 2، قرینه 5 هم میشه منفی 5. دوست داشتین هم چک کنید، ریشه معادله در خود معادله صدق میکنه. این هم حل کنید دیگه، این برای خودتون. فقط کاری که میکنید اول اینو میارید این طرف، یعنی معادلتون میشه x2 منهای 2x منهای 4 برابر با 0. خب خدمتتون عرض کنم که قسمت بعدیمون ریشه گیری هستش. خیلی مطلب آسونیه، فقط به دقت گوش بدین که متوجه بشین. بچه ها گوش بدین، اصلا ریشه گیری یعنی چی؟ آقا نگاه کنید، فرض کنید به شما میگن که یه چیزی به توان 2 شده 4. میگم خب چه عددی به توان 2 میشه 4؟ میگی خب 2 2 تا 4، یعنی فقط 2 رو میگی، مثبتش رو میگی. ولی بچه ها واقعیت اینه که منفیش هم میشه و مراقب منفی باشین. همیشه بحث و داستان ها داخل همین منفی هاست، چون بچه ها میدونن، بچه ها یادشون میره. پس چه چیزی به توان 2، یعنی چه چیزی 2 بار در خودش ضرب بشه میشه 4؟ میگه یکی 2 یکی منفی 2. خب اگه من ازتون سوال بپرسم بگم این 2 از کجا اومد، میگی والا یه رادیکال گرفتم از این 4. پس یه رادیکال میگیری، یه بار مثبتش یه بار منفیش رو قرار میدی. یه مثال بزنیم. x2 برابر با 9 بچه ها. x شما چی بوده؟ بگین که مرور بشه براتون. x شما چی بوده؟ 3 و منفی 3. باریکلا، 3 و منفی 3. کاملا درسته. گفتم چیکار میکنید؟ یه رادیکال بگیرید از 9. خب میشه 3، یه بار مثبتش یه بارم منفیش. تموم شده رفت. بریم سراغ پایینی. خب بیا، x2 25، پس x جنابالی رادیکال بگیر، رادیکال 25 میشه 5، یه بار مثبت یه بار منفی. x2 2، پس x شما یه بار میشه مثبت رادیکال 2، یه بارم میشه منفی رادیکال 2. این x2 شده منفی 81. میشه بچه ها یه چیزی به توان 2 میشه منفی؟ نه، امکان نداره. پس در رابطه با اعداد حقیقی یه چیزی به توان 2 نمیتونه منفی باشه بچه ها. یعنی مثلا اگه شما دیدین نوشته بود یه چیزی به توان 2 شده یک عدد منفی، میگی معادل جواب ندارد. این د آخرش خیلی مهمه. د. خب بعد نگاه کنید این یکی رو، منفی 12 رو هول میدم اون طرف، میشه 3x2 برابر 12. بعد میام میگم دو طرف که بر 3 بخش پذیره، 3 با
12 ساده بشه یه 4 میمونه این طرف. این طرف هم که یکه دیگه. چی به توان 2؟ 4 دوباره 2 منفی 2. اینم اوکی این بچه ها، ایرادی نداریم. اون ده خیلی مهمه ها. بگیم خب x به علاوه 1 به توان 2 منهای 36 برابر با 0. فاطیما فهمیدی؟ فاطیما جان چیزایی که متوجه شدی یه یک بفرست برای من که خیالم راحت بشه. آره مثلا تو این قسمت چت و اینا یکی چیزی بنویس برای ما. خب گوش بدین. البنین میگه مزدوجه. بله با مزدوجم میشه حلش کرد، ولی x به علاوه 1 منهای 36 برابر با 0. ولی خب علاوه بر مزدوج میشه این کار رو هم کرد. نگاه منفی 36 رو میارم این طرف، می نویسم x به علاوه 1 البته توان 2 یادم رفته. x به علاوه 1 به توان 2 برابر با منفی 36 بیاد این طرف میشه 36. بعد میگم چه چیزی به توان 2 میشه 36. خب همین الان گفتیم دیگه. گفتیم از این یه رادیکال بگی. نگاه کن این سیبه. سیب به توان 2 شده 36. رادیکال بگیر از 36. 6 یه بار مثبت 6 یه بار منفی 6، یعنی سیب شما که همون x به علاوه 1 یه بار میشه 6 یه بار میشه قرینش از بالایی. یکه بره اون طرف x شما میشه 6 منهای 1 5. از پایینی هم منفی یکه بیاد این طرف میشه منفی 1. x جنابالی میشه منفی 6 منهای 1 میشه منفی 7. دوست دارید چک بکنید بچه. الان شاید کسی شک داشته باشه که آیا واقعا این جوابه یا نه. جای x5 بذارید. 5 به علاوه 1 6 به توان 2 36 منهای 36 0. منفی 7 بذار. منفی 7 به علاوه 1 منفی 6 به توان 2 36 منهای 36 0. کاملا درست. همه اوکی ان؟ فاطیما جان صحبت اگه مثلا دوست داشتی میتونی مثلا سوالی چیزی داشتی بپرسی. اون قسمت مثلا میکروفونو اجازه دسترسی به میکروفونو میدم، مثلا میتونی حرف بزنی. فقط من یک و اینا رو من باب این میگم که آیا متوجه شدی یا نه. الان سوالی داری؟ الان چیزی رو متوجه نشدی؟ سوالی داری؟ خب انگاری سوالی نداره. آها نه همینجا مثلا نگاه یه یک میذاری. یک یعنی متوجه شدم، 0 یعنی متوجه نشدم. این برای اینکه یکم صرفه جویی هم بشه توی نوشتن شما اذیت نشین. میدونی چی میگم؟ این شکلی. پس چیزی رو متوجه شدی 1 میفرستی برای من، چیزی رو هم متوجه نشدی 0 بفرست که یه پوستشو بکنیم متوجه بشی انشالله. خب اینو نگاه کنید. x2 به علاوه 9 میاری این طرف میشه x2 برابر با منفی 9. خب چنین چیزی داریم؟ خیر، از معادله جواب نداره. یه چیزی به توان 2 نمیتونه منفی باشه. این هم برای خودتون فقط راهنمایی بکنم. منفی 100 رو میاری این طرف، 149 رو میبری مخرجش 149. اینجوری راحت تره. خب بریم سراغ قسمت بعدی. نگاه چند تا سوال آوردیم اینجا، بریم حل کنیم. مثلا اینو حل کنم من، یا بذار اصلا یه سوال دیگه بنویسم که چون این برای بچه ها یکم نیست که قبلا حل کردیم. یه سوال این دیگه اینجا می نویسم. نگاه کنید بچه ها، مثلا بنویسم x به علاوه 3 به توان 2 مثلا شده به طور مثال فرض کنید مثلا شده باشه 16. خب میگم چه چیزی به توان 2 میشه 16؟ خب معلومه دیگه، جذر میگیری ازش، یعنی یه رادیکال میگیری از 16، یه بار مثبتش یه بار منفیش، تموم شد رفت. خب دقت کنید الان من اینجا چیکار میکنم؟ میگم که این باشه سی به من. سی به من یعنی x به علاوه 3 من. خب رادیکال بگیر از این 4، یه بار مثبت یه بار منفی، تموم شد رفت.
3 رو بیاری این طرف x تو میشه چی؟ 4 منهای 3 1. از این پایینی x تو میشه -4 منهای 3 -7 و تموم. این میشه جوابهای شما. مثلا توی سوال شاید بپرسه مجموع جوابهای معادله 1 و -7 رو جمع میکنی، جمع ریشه ها یا جوابات میشه -6. این از این سوال. در رابطه با این یکی، این هم مثل همونه بچه ها، سختش نکنید به نسبت. نگاه می نویسی 2x منهای 1 2x منهای 1. خب یه بار از این یه جذر بگیری، یه بار مثبتش x به علاوه 1، یه بار هم منفیش بچه ها، یعنی قرینش میکنید، یه بار در یه منفی 1 ضرب کنید، منفی x منهای 1. از اینجا جوابا به دست میاد، یکی 2، این پایینی هم که منفی x بیاد این طرف میشه 3x، منفی 1 هم بیاد این طرف میشه 0 و x شما به دست میاد 0. ریشه های شما 2 و 0 بوده که جمعش میشه 2 بچه های عزیز. همه اوکی هن؟ گرفتین چی شد؟ خب خدا رو شکر، خیلی عالی. بریم سراغ سوال بعدی، البته مفهومه. خب روش مربع کامل، اینو خیلی از بچه ها مشکل دارن. در رابطه با این مفصل باید صحبت کرد. خوب گوش بدین، من برم یه صفحه خالی براتون توضیح بدم. بچه ها فرض کنید یه چنین معادله‌ای به شما میدن، بعد میگن که مثلا بذارید اینجوری باشه، بعد میگن که اینو به فرم مربع دو جمله‌ای در بیارید، یا به صورت مثلا اولا برای حل کردن نمیگن با توجه مثلا به این معادله‌ای که میبینید این رو با روش مربع دو جمله‌ای حل کنید، نه. ولی مثلا توی اکثر سوالا شما میدونید مینو نوشتن x به علاوه a به توان 2 برابر با عذر میخوام بکنم قطع شد اینترنت، صدا قطع نشد بچه ها؟ صدا اوکیه؟ من یه پیام بذارم. ماشاءالله گوشی که نیست. یهو خدا شاید دیشب ساعت 2 نصف شب یکی از دوستامون زنگ زده میگه سلام خوبی بیداری؟ آخه کی 2 نصف شب زنگ میزنه سلام خوبی بیداری؟ وقت نبود برای مثلا بیدار بودن من یا احوال پرسی من. یعنی خیلی دوستی، یه سری از دوستامون خیلی خوبن، خدا شاید مزه زندگی هن. خب x به علاوه a برابر با b، یه چنین فرمی درش میارن. خب الان بچه‌های عزیز خوب گوش بدین، ما میخوایم این فرم نوشتن رو بهتون یاد بدیم. نگاه بکنید ببین چی میگم. اول از همه من بگم که سوالی بپرسم. اول سوال من اینه بچه ها، شما این معادله رو در نظر بگیرید، مثلا x منهای 3 برابر با 0، یه معادله آسون. قبول داری که x شما 3. خب الان سوال من اینه، من اگه بیام دو طرف این رو در عددی ضرب کنم، مثلا عددی مثل 4، یعنی بشه 4x منهای 12 برابر با 0، به نظر شما ریشه معادله تغییر میکنه یا نه؟ چطور فکر میکرد بیدارم؟ خب واقعیت دیر میخوابم، ولی نه دیگه مثلا روزایی که به قول معروف کلاس دارم و اینا. مثلا بعضی وقتا سر صبح قدیما مثلا شاید تایمامو خالی میکردم برای مثلا کلاسای دیگه، ولی مثلا امسال دیگه یکم سفت و سخت بستیم برنامه رو، بنده خدا هم خبر نداشت دیگه، فکر میکرد مثلا مثل پنجشنبه جمعه است. خب
الان نگاه کنید بچه ها، منفی 12 رو ببری اون طرف، 4x میشه 12 و x شما میشه 3. پس بله، جواب تغییری نمیکنه. خب این حرف رو زدم چرا؟ منظور من اینه، این معادله‌ای که میبینید همیشه به این فرم نیست. مثلا اینجوری بوده 3x2 به علاوه 6x منهای 9 بوده اول. کاری که شما میکنید قدم اول، نگاه کنید بچه ها، همیشه برای ریاضیاتتون نقشه راه بکشید. نقشه راه، دیگه اشتباه نمی کنید. 1 ضریب x2 باید برابر 1 شود. الان برای این که ضریب x2 بشه 1 چی مزاحم این 3؟ باید دو طرف معادله رو تقسیم بر 3 کنم. همین الان یاد گرفتیم دیگه، دو طرف معادله رو در عددی ضرب کنی، در عددی تقسیم کنی، ریشه معادله تغییری نمیکنه. پس من میام، چون ساده میشه، ساده هم نشد فدای سرت، تو باید کاری کنی ضریب x2 بشه 1. یعنی اگه 2 بود بر 2 تقسیم میکنی، اگه 5 بود بر 5 تقسیم میکنی، اگه 1000 بود بر 1000 تقسیم میکنی. آقا همه اوکی ان؟ خب خیلی هم عالی. این شد قدم اول. خب اینو نوشتم. قدم دوم، نگاه قدمای دوم و اینامون دیگه یکم فرق میکنه. قدم دوم اینه که به این فرم توان 2 درش بیارید. خب الان چه جوری؟ گوش بدین، یه پرانتز میذاری. بیا میگم چی به توان 2 x2 میگی x. تمام شد رفت. این ضریب x رو نگاه کن، هر چی بود نصف کن، یعنی تقسیم بر 2 کن. فقط علامت یادت نره، مثبت بود مثبت، منفی بود منفی. مثبت 2 تقسیم بر 2 میشه مثبت 1. تموم شد. پس این طرف شد x به علاوه 1 به توان 2. بعد بچه ها این منفی 3 یعنی عدد ثابت رو اینجا بنویسم. عدد ثابت رو به سمت راست منتقل کنید. یعنی این منفی 3 رو میارم این طرف، میشه 3. خب بذار اینجوری بنویسم اول x2 به علاوه 2x برابر با 3. پس عدد ثابت رو اول منتقل میکنم به سمت راست، بعد میگم چی به توان 2 شده x2، میگی x ضریب xت هر چی بود نصف میکنی که میشه 1. تموم شد. خب الان چیکار کنم؟ خوب گوش بدین ببینید قدم بعدی چیه. قدم بعدی اینه که میگم نگاه کنید، الان من به این معادله رسیدم x به علاوه 1 به توان 2 برابر با 3. بچه‌ها معادله رو شما اگه به صورت باز شده بنویسید میشه x2 دو برابر اولی در دومی 2x به علاوه 1 برابر با 3. خب اگه با معادله اصلی سوال مقایسه کنید میگی سمت چپ یک اضافه داره، مگه میشه؟ نباید مثل بالایی باشه. میگیم چرا باید مثل بالایی باشه ولی نیست. خب چیکار کنیم؟ مثلا ترازو قدیمی ها هست بابا بزرگا میکشیدن. مثلا یه مثال میزنم، وقتی مثلا 1 کیلو اضافه میذاری اینجا، 1 کیلو اضافه میذاری اینجا، خب 1 کیلو هم باید بذاری اونجا که وزنش مثل هم بشه دیگه. 1 کیلو این ور 1 کیلو اون ور. الان که شما مثلا یه دونه این ور اضافه کردی، برای این که متعادل بشه یه 1 هم باید به اون طرف اضافه کنی. پس خوب گوش بدین، اینو برای توجیه نوشتم، دقت کنید. کاری که میکنید اینه، این مثبت 1 هر چی بود این عدد به توان 2 برسونید، 1 به سمت راست اضافه کنید. تموم شد رفت. الان نگاه کنید معادلتون رو، x به علاوه 1 به توان 2 برابر با 4. خب به این فرم در اومد دیگه. بعدش میتونید حل کنید، ولی خب توی سوالات اکثرا به شما میگن این x به علاوه a به توان 2 برابر با b. خب وقتی اینو با بالایی مقایسه میکنی میگه آها پس a 1 بوده
B هم 4 بوده. اگرم که گفت اینو حل کنید که روش حلش رو بهتون گفتم دیگه، یه بار x به علاوه 1 2 باشه، یه بارم x به علاوه 1 منفی 2 باشه. همه اوکی ان بچه ها؟ همه فهمیدین چی شد؟ کسی ایرادی نداره؟ چالشی نداره؟ فاطیما فهمیدی؟ خب خدا رو شکر. الان یه معادله دیگه بنویسیم، نگاه کنید. 2x2 منهای 6x به علاوه 8 برابر با 0. خب دقت کنید بچه ها، قدم اول چی بود؟ 1 ضریب x2 بشه 1 تقسیم بر 2 میکنم، میشه x2 منهای 3x به علاوه 4 برابر با 0. قدم بعدی اینه که عدد ثابت رو ببرم اون طرف، x2 منهای 3x برابر با 4 بره اون طرف منفی 4. خب اینجا رو خوب دقت کنید ببینید چی میگم. میایم چیکار میکنیم؟ یه پرانتز میذاریم به توان 2. عجب پرانتزی شد. میگم چی به توان 2x رو میگی x؟ میگم این ضریب x چیه؟ میگی منفی 3. یه تقسیم بر 2 بکن، میشه منفی 3 دوم. بله. فقط چی یادت نره، این طرف که منفی 4 مینویسی، گفتم اینو به توان 2 برسون، به اون ور ماجرا اضافه کن. تموم شد و رفت. یعنی نگاه کن، منفی 3 دوم به توان 2 برسه، منفی به توان 2 میشه مثبت، 3 به توان 2 9 چهارم. خب ساده شده بنویسم x منهای 3 دوم به توان 2 برابر با، بچه ها مخرج مشترک. خب 4 تا 16 منفی 16 البته چون منفیه، به علاوه 9 میشه منفی 7. منفی 7 چهارم. بچه ها به نظرتون این معادله جواب داره؟ به نظرتون این معادله جواب داره؟ نه، چون یه چیزی به توان 2 شده یه عدد منفی و جواب نداره. کسایی که دلتا بلدن، روش دلتا رو خوندن، دوست دارید برید دلتای معادله رو چک کنید. b2 9 منهای 4 تا آسی 4 تا 9 منهای 16 منفی میشه دلتاش و کاملا با روش مربع دو جمله‌ای هم قابل گفتن و ذکر هستش. این هم از این بچه‌های عزیز. به نظرم یه مربع دو جمله‌ای رو هم فهمیده باشین. این سوال برای خودتون روش فکر کنید. فقط من یه چیزی خدمتون بگم. نگاه کنید بچه ها، توی همون سوال اول که نوشتم x2 به علاوه 2x فکر کنم منهای 3 برابر با 0، یه چنین چیزی بود. خب x2 به علاوه 2x منفی 3 رو میبرم اون طرف 3. دقت کنید بچه ها، اینجوری بود دیگه می نوشتیم x به علاوه ضریب x نصف بشه 2 تقسیم بر 2 1 عدد ثابت که این طرفه. اینجا رو خوب گوش بدین بچه ها. مثلا توی بعضی سوالا میگن چه چیزی به دو طرف معادله اضافه میشه. بچه ها این طرف 1 به توان 2 میشه 1 اضافه شده، اون طرف هم یه 1 اضافه میکنی. پس چیزی که به دو طرف معادله اضافه میشه اینه دیگه، این به توان 2. این میشه اون چیزی که به دو طرف معادله اضافه میشه. یا مثلا توی بعضی سوالا x به علاوه 1 به توان 2 برابر با 4. میگن که از چه عددی جذر میگیریم؟ میگی از این 4 بدبخت. تموم شد و رفت. اینم فهمیدین؟ اینم برای مواقعی که مثلا میگه به دو طرف معادله چی اضافه میکنیم یا از چه عددی جذر میگیریم. خب دیگه ببینیم چی مونده. اینم سوال کنکور حل کنید برای خودتون. سوال کنکور امسال بوده ها، پایه 10 من. ببینید میتونید سوال کنکور امسال رو حل کنید. جزو سوالات سخت کنکور امسال هم محسوب میشد، چون دانش آموزا اکثرا این قسمت رو فکر میکردن که توی کنکور نمیاد و برای اولین بار داخل کنکور ظاهر شد. از جدی بگیرید. خب آقا بریم سراغ معادله درجه دوم ناقص. خب
گوش بدین. یه نفر با من بیاد، یه نفر دستشو ببره بالا. خب البنین البنین صدا میاد؟ سلام، خوبی؟ سلامتی؟ چه خبره؟ خوبی؟ ممنون، مرسی، خوش اومدی. خب دقت کن، به من بگو که نگاه، ما مثلا به چی میگن ناقص؟ به چیزی که کامل نیست، درسته؟ خب الان معادله درجه دوم ما اینه ax2 به علاوه bx به علاوه c برابر با 0. چه وقتی میگن این معادله ناقصه؟ نه، یا b یا c یا جفتش، درسته؟ خب الان بیا ما یه حالت رو چک کنیم با هم. حالت اول این باشه که فقط c صفر باشه. مثال بزنم، مثلا x2 به علاوه 4x برابر با 0. یعنی الان تو دقت کنی ax2 داری و bx، c نداری. خب به من بگو که چیکار کنیم، راهکار چیه؟ باریکلا. نگاه کنید بچه‌ها، این x شما مشترک داخل جفتش، پس میام از یه دونه x فاکتور میگیرم. از اولی یه x میمونه، از دومی یه دونه 4 میمونه، درسته؟ ریشه ها میشه چی؟ کاملا درست. خب الان یه مثال دیگه بزنیم. مثلا 2x 2 منهای 7x برابر با 0. خب بگو. باریکلا. از یه دونه x فاکتور میگیرم، از اولی یه 2x میمونه، از دومی هم یه دونه منفی 7 برابر با 0. خب ریشه اولی چیه؟ این یکی هم برو یه گوشه مثلا حساب کن، کسایی که مشکل دارن 2x منهای 7 برابر با 0، منفی 7 رو میبرن اون طرف، 2x میشه 7 و x شما میشه 7 دوم، یا میتونید بگید 3.5. درسته؟ خب البنین الان به من بگو که نتیجه گیریت از این دوتا مثال چیه؟ باریکلا. پس نگاه کنید، میگه چی؟ میگه مواقعی که فقط سیمون صفر باشه، قطعاً یکی از ریشه هامون صفره. کامل واضح میبینید دیگه توی تصویر، همیشه وقتی سیمون صفر باشه یکی از ریشه هامون کامل صفره. تموم شد رفت. مرسی ازت، ممنون. بله چی؟ خب کی؟ کدوم؟ آها تو مدرسه. خب چیش یادت رفته بود؟ آها خب خوبه اینو که گفتی. وایسا پس اینجوری شد. وایسا نگاه کنید بچه ها، نکته خیلی مهمی رو گفت، گوش بدین. مثلا بعضی از بچه ها هستن این کارو میکنن. نگاه کنید x2 به علاوه x برابر با 0. الان میاد از x که فاکتور میگیره این شکلی مینویسه. اینجا تا همه تا اینجا اوکی هستن، درسته؟ یک بفرستین برای من بچه ها. همه تا اینجا اوکی هستین، درسته؟ خب خیلی عالی. الان نگاه کنید اشتباهی که البنین تکرار کرده و میگم اتفاقا این اشتباه جزو فصل 1 درس دوم فصل 1 کتاب 11 هم هست توی قسمت گزاره ها.
الان گفته که خب مثلا من بیام دو طرف رو تقسیم بر x بکنم. خب میگه خب x با x میره، چیزی که میمونه x به علاوه 1 x به علاوه 1 برابر با 0 و x شما میشه -1. میگه آها پس این معادله فقط یه جواب داره. نگاه کنید بچه ها، همیشه نکته وقتی دو طرف رو بر یه چیزی ساده میکنید، ته ماجرا این کار خوبیه، ولی ته ماجرا اون چیز رو برابر 0 قرار بدین. فهمیدین چی شد؟ البنین فهمیدی؟ خب الان که فهمیدی اینو حل کن ببینم دیگه اشتباه نمی کنی. نگاه اینو حل کن. x به علاوه 1 در x به علاوه 2 برابر با 3x در x به علاوه 2. بیا خب حل کن. چیو میزنی؟ باریکلا. فقط چی یادت نره؟ میری یه گوشه x به علاوه 2 رو برابر با 0 میذاری. پس نگاه کنید بچه ها، اونی که ساده میکنید از دو طرف حتما برید یه گوشه برابر با 0 بذارید و ریشش رو به دست بیارید. تموم شد و رفت. این یه معادله، این یه ببخشید جواب. الان چی مونده؟ x به علاوه 1 برابر با 3x. خب اینو بگو. باریکلا. x بره اون طرف 3x منهای x میشه 2x، 2x برابر با 1 x میشه چی؟ 1/2. پس این معادله چند تا جواب داره؟ 2 تا جواب. مرسی ازت، ممنون، لطف کردی. سلامت باشی و سلامت. خب نگاه ماشاءالله شاگردامون در حد یه استاد بلدن، خدا رو شکر. دیگه چی میخوایم؟ به قول معروف میگن ما و این همه خوشبختی محاله. نگاه کنید بچه ها، دقیقا این چیزی که من گفتم تمرین کتابتونه ها. برید مثلا صفحه 19-20 کتابتون رو بیارید. بذارید خودم مثلا برم اینجا، من کتابو در دسترس دارم. نگاه کنید این صفحه 19. خب میای در این قسمت نگاه کنید، اون چیزی که با البنین حل کردیم همین الان، این مثال به نگاه. الان شما از دو طرف یه x منهای 3 که ساده میکنید اشکال نداره، ساده کن، اینم 1 بذار، ولی یه گوشه حتما بنویس x منهای 3 برابر با 0 و x 3 بوده. بعد x به علاوه 2 برابر با 1 و x میشه منهای 1. همه اوکی هستن بچه ها؟ خیلی نکته خوبیه ها، چون راحت میزنی ولی یادت نره برابر با 0 قرارش بده. پس معادله شما 2 تا جواب داره. خب خدا رو شکر. این از این. خب قسمت بعدی، پس این برای خودتون دیگه، 55 چیزی نیست، برای خودتون. قسمت بعدی اینه بچه ها. خب کی میاد این تیکه رو با هم مرور کنیم؟ کدوم یک از اساتید گرامی؟ عسل، الینا، فاطیما، بعد مهسا، امیر محمد. خب مهسا ربیعی. مهسا جان صدا داری؟ اون میکروفون تو روشن کن ببین صدا میاد. صدا مهسا رو دارین بچه ها؟ بذار یه بار دسترسی بهش بدم دوباره. الان ببین صدا هست؟ آها خب احتمالا مال مرورگرت. خب اشکال نداره، کس دیگه ای نیست
اصل الینا آقا جون سخت نیست به خدا. الینا کجایی؟ این همه درصد خفن مفن میزنی، 70% میزنی توی آزمونا، الان چرا نمیای این مبحث شیرین رو برامون توضیح بدی؟ آها، باید اینجوری صداشون کنم، دانش آموزای خودمون رو میشناسم. خب صدا داری یا تو هم مشکل مرورگر داری؟ اون بالا میکروفونت رو روشن کن، باید آبی بشه. مال تو هم وصل نمیشه الینا؟ نمیشه، ایرادی نداره. نگاه کنید بچه ها، اون مرورگراتون رو خب از یه مرورگری استفاده کنید که به قول معروف ایرادی نداشته باشه سر اینجور چیزا. خب اشکال نداره، دوباره زحمتش افتاد گردن خودم. خوب گوش بدین که خوب یاد بگیرید. آقا جون، مواقعی که فقط بی صفره، خب مثل این نگاه کنید AX2 C. خب منفی 16 رو بیارید این طرف، میشه x2 برابر با 16. با اتحاد مزدوج هم میشه حلش کرده، اینم بگم. الان نگاه کنید، میگم چی به توان 2 16، میگه خب اختیار داری، این چیه؟ یه رادیکال بگیر ازش، یه بار مثبتش یه بار منفی، 4 و منفی 4. یکی دیگه منفیش بره اون طرف، 2x2 برابر با 8 و x2 برابر با 4. در نتیجه x شما میشه 2 منفی 2. الان چیزی که به ذهنتون میاد چیه بچه ها؟ یه نتیجه گیری غلط برای من بکنید. نه فاکتور گیری نمیشه مهسا جان، این دیگه میشه همون ریشه گیری. یه نتیجه گیری غلط برای ما بکنید. آباریکلا، ریشه ها قرینه همن. این یه نتیجه گیری غلطه. چرا؟ چون من الان یه مثال میزنم، نگاه کنید، x2 به علاوه مثلا 9 برابر با 0. الان بیش صفره، ولی شما 9 رو که میبری اون طرف میشه x2 برابر با منفی 9 و معادلتون جواب نداره بچه‌های عزیز. پس مراقب باشین چه وقتی معادله 2 ریشه قرینه داره. نگاه، 2 تا شرط باید داشته باشه. 1 b حتما 0 باشه. 2 a و c ضربشون منفی بشه یا مختلف العلامت باشن. نگاه کنید بچه ها، الان a مثبت c منفیه، a مثبت c منفیه، ولی توی این مثالی که زدم a مثبت c هم مثبته. یکی دیگه بزنم، نگاه کنید جفتش منفی باشه، مثلا منفی x2 منهای 25 بیا برابر با 0. منفی x2 رو میبرم اون طرف، میشه x2 برابر با 25، x2 برابر با منفی 25. دوباره معادل جواب نداره بچه ها. پس A و C باید مختلف العلامت باشن، یعنی یکی مثبت یکی منفی. اگه هم علامت بودن بدونید معادلتون جواب نداره. آقا همه اوکی‌ان؟ ایرادی ندارین؟ امیر محمد جعفری فهمیدی؟ خب اینم از این. و دیگه ببینیم چی داریم. آها، حالت آخر اینه که بی و سی صفر باشه بچه. یه مثال ساده بزن، مثلا x2 برابر با صفر. نگاه، نه بی داره نه سی داره، هیچی نداره. خب یه سوال، قبول دارید من x2 رو بنویسم x در x بیاره برابر با صفر؟ بعد میگم که خب چی ضرب داره چی میشه صفر؟ صفر ضرب داره صفر دیگه، صفر ضرب داره صفر. آها، پس یه ریشت صفره، اون یکی ریشت هم صفره. میگه یعنی دو تا ریشه مساوی دارم؟ میگم آره. بچه ها، دو ریشه مساوی رو بهش میگن یک ریشه مضاعف. دو ریشه مساوی رو بهش میگن یه ریشه مضاعف. یعنی اینجا شما یک ریشه مضاعف x برابر با صفر داری. پس همیشه وقتی b و c با هم، نگاه، b و c با هم صفر بودن، ریشه مضاعف صفر داری. خلاص، این هم همینه دیگه. 3 رو عملا میگی 3 چند تا صفر، میگی 3 صفر تا x2 باید صفر باشه، دوباره میشه همون x برابر با صفر که ریشه مضاعف.
این هم از این بچه ها. در مورد ریشه مضاعف یه مثال دیگه بزنم. آقا x منهای 2 برابر با 0. ریشهش چیه بچه ها؟ x منهای 2 برابر با 0. آها 2 باریکلا. فقط این 2 باریکلا ام البنین. فقط این 2 به من بگو که چی هست؟ باریکلا مهسا. ریشه ساده است یا مضاعفه؟ نگاه کنید بچه ها، چون در اصل این بوده دیگه x منهای 2 در x منهای 2 برابر با 0. پس ما 2 بار ریشه 2 رو داریم. قبوله؟ این بهش میگن یک ریشه مضاعف. یعنی ما ریشه مضاعف x برابر با 2 داریم. آها، یعنی الان دانش آموز نتیجه میگیره همه اتحادهای مربع دو جمله ریشه مضاعف دارن؟ بله. تمام شد. و بچه‌ها دیگه شما کافی لازم نیست همیشه مثل من اینجوری بنویسید آقا چی به توان 2 میشه 0. میگه خود 0 جای x باید 2 بذاری. فقط چون پرانتز توان 2 داره بگو ریشه مضاعفه. تمام شد. یعنی یه چیزی به توان 2 خب برابر با 0 بود، ریشت مضاعفه. همیشه این نکته است. نگاه کنید. بذار یه سوال همین الان طرح کنم. آقا سوال اینه، میگه اگر معادله x منهای 3 به توان 2 برابر با دوکای منهای 6 دارای ریشه مضاعف باشد، دیگه سخت‌ترش نکنم، مقدار کار را به دست بیارید. خب یه سوال همین الان طراحی کردم برات. خب گفتم چه وقتی درجه 2 ریشه مضاعف داره بچه‌ها؟ یه پرانتز به توان 2، این یه حالتش ها. یه حالت دیگه هم میخونیم بعدن میگیم دلتا 0. پرانتز به توان 2 اون طرفش چی باشه همیشه بچه‌ها؟ 0 باشه. تموم شد و رفت. پس میای باریکلا، میای این طرف باید 0 باشه. دوکا منهای 6 رو برابر با 0 میذاری، دوکا 6 و در نتیجه کای شما 3 بوده. تموم شد رفت. بله الان جای کا 3 بذار، 2 3 تا 6 منهای 6 0. یعنی معادلش اینجوری میشه x منهای 3 به توان 2 برابر با 0 که دارای ریشه مضاعف x برابر با 3 هستش دیگه. ریشه این معادله 3. آقا همه فهمیدن؟ ایرادی ندارین؟ مشکلی ندارین؟ خب خدا رو شکر مثل همیشه خفن و درجه 1 دیگه. خب اینم که تمرین اول کتابتونه. خب دیگه تمرین اول کتاب برای خودتون. این سوال رو نگاه کنید، خیلی سوال زیبا و مهمی هستش، میتونه توی کنکور هم مطرح بشه. آقا جون دقت کنید، به من بگید که کل شکل از چی درست شده. نگاه، کل شکل، که کل شکل یعنی منظورم همون مربع بزرگ دیگه. نگاه کنید ما یه مربع بزرگ 6 در 6 داریم. سوالو بخون. از مربعی به ضلع 6 سانتی متر 3 تا شکل روبرو رو بریدیم. این 3 تا سبز رنگه رو بریدیم. خب مساحت باقی مونده یعنی منظورش همین سفید رنگ است. پس نگاه کل شکل تو از این تشکیل شده: یه مستطیل بریده شده، یه دونه مربع کوچیک، یه دونه مثلث و یه دونه ناحیه سفید که سوال بهش میگه مساحت باقی مانده. نگاه کنید بچه، این میشه به صورت فارسی نویسی. اینو همه اوکی هن؟ این چیزی که نوشتم کل شکل از اینا تشکیل شده دیگه. یه مستطیل و یه مثلث و یه مربع و یه ناحیه سفیده. خب الان نگاه کنید، بیا دونه دونه جایگذاری کنم. آقا جون بریم سراغ مساحت ها. خب مساحت مربع یک زیر ضرب در خودش، این x، این هم x میشه x2. مساحت مستطیل طول ضرب در عرض میشه 2x2. برم سراغ این. اینو اکثر بچه‌ها مشکل دارن.
مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع، یعنی رادیکال 2x در رادیکال 2x تقسیم بر 2. بچه ها رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2، با این 2 پایین میره. x در x هم میشه x2. پس رادیکال 2 در رادیکال 2 شد 2، با 2 پایین رفت شد x2. یعنی بچه ها مستطیل 2x2، مربع x2، مثلث هم x2، این بدبخت هم 24. خب بیا جای گذاری کن دیگه. کل شکل هم که مربع 6 در 6 دیگه میشه 36. مساحت مربع یک ضلع داره خودش. می نویسم 36 برابر با 2x2 x2 x2 میشه 4x2 به علاوه 24. 24 رو هول میدم اون طرف. 4x2 برابر 12 هستش در نتیجه. بر یه دونه 4 که ساده کنم عدد دیگه x نیست که مثل البنین یادتون بره که برابر با 0 بذاری. این 4 عدد مهم نیست. x متغیر اینا رو باید برابر با 0 بذاری. خب بر یه دونه 4 که ساده کنم 12 تقسیم بر 4 میشه 3 x2 3. پس x جنابالی یا مثبت رادیکال 3 بوده یا منفیش. ولی خب چون طول ضلعه، طول ضلع باید مثبت باشه، یعنی x 3 بوده. سوالم پرسه طول ضلع کوچک بریده شده، یعنی منظور x دیگه، کوچکترین ضلع x. جواب رادیکال 3. آقا همه اوکی ان؟ همه ایرادی ندارین؟ فهمیدین؟ خب البنین سوال داشتی؟ این هم از این سوال بچه. این طریقه نهایی نوشتنه. مجموع قاعده وایسا برگردم سوال مهسا. توی امتحان بهمون داده بودن که مجموع قاعده و ارتفاع مثلثی 7، مساحتش 8. اندازه قاعده و ارتفاع را به دست آورید. خب نگاه کن، اینو دیگه عملا وارد یه درجه 2 طور میشه فکر کنم. وایسا برگردم. جمع قاعده و ارتفاع 8، مساحتش 7، مساحتش هم 8. وایسا. خب ما یه مثلث بکشیم. بیا اینم ارتفاع باشه. سوال گفته که ما اگه قاعده رو بگیریم A، ارتفاع رو مثلا بگیریم B، سوال گفته که جمع قاعده و ارتفاع میشه 7. خب مساحت مثلث هم که میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2، اینو بهت داده 8. خب یه طرف این وسط این بکن، ضربش میشه چی؟ میشه 16. خب نگاه کن، 2 تا عدد که جمعش شده 7 و ضربش شده 16، تو باید دنبال این 2 تا عدد بگردی. خب که عملا دیگه باید درجه 2 تشکیل بدی. اینو نگاه کن، اگه خوندی ها، فعلا چون اینو درس ندادم بچه ها، نگاه کنید از این معادله میتونی حلش کنی. x2 منهای sx به علاوه p برابر با 0. جمعشون 7، x2 منهای 7x و p هم که میشه 16 به علاوه 16 برابر با 0. البته اگه سوال رو درست نوشته باشم. مساحتش 8، قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 8، مجموع قاعده و ارتفاع هم 7. آره اینجوری باید حلش کنی که حلش هم بکنیم. مثلا با دلتا برم، این اضافه از بچه ها 49 منهای 4 تا آسی، 4 تا 1 در 16. خب که دلتا میشه منفی. نداریم چنین چیزی نداریم، جواب نداره. ولی خب برعکس باشه، برعکس باشه
یعنی بگیم 7 باشه جمع 8، مثلا اونم بشه 14. x2 منهای 8x به علاوه 14، 49 منهای 4 تا آسی. اونم نمیشه. سوال رو دوست داری برام بفرست توی همون گروه رفع اشکال بذار که توضیح بدم، ولی اگه اینجوری باشه که غلطه، چون گفتم معادلش الان چیز در میاد دیگه، یه جوری در میاد که جواب نداره. خب دیگه فکر کنم برای این جلسه کافی باشه. جلسه بعد یه چند تا سوال مونده، اونا رو حل میکنم به همراه تحلیل سوالات مشابه پارسال. بچه‌های عزیز مرسی از همگی، خسته نباشین. مهسا جان دیگه کانال داریم، اونجا بفرست، سوال رو نگاه کن ببین چیه، سوال رو اونجا بذار حل میکنیم دیگه. آره والا ممنون، مرسی از همگی، خسته نباشین، لطف کردین. ایشالله که از دوستات بپرس، اشکال نداره، سوال رو از دوستات بپرس، احتمالاً یادشون مونده. فقط میگم کسایی که عضو گروه رفع اشکال نیستن حتما عضو بشن، سوال بذارید، سوالای همو حل کنید، به هم کمک کنید. ایشالله که روز به روز نتایج عالی و درخشانی رو کسب کنید. امروز هم نتایج کنکور اومد، خدا کنه که دیگه 2 سال آینده هم شما هم به رتبه و دانشگاه مورد علاقتون برسید. مرسی از همگی، لطف کردین. ایشالله که همیشه سلامت باشین. فعلا خداحافظ همگی شما عزیزان، خدا نگهدار.